سلام، به کانال آموزش سئو پلاس خوش اومدید. نعیمی پور هستم، سئو کار سایت پینبی. تو این کانال میخوام سئو رو به صورت کاملا ساده و کاربردی بهتون آموزش بدم، 0 تا 100. سئو مخفف چیست؟ بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو، Search Engine Optimization. مهمترین موتور جستجو فعلا گوگل هست. تعریف سئو: مجموعه فعالیت هایی که ما انجام می دهیم تا در نتایج جستجو جایگاه بهتری داشته باشیم و بازدید کننده بیشتری جذب کنیم. چرا باید سئو کنیم؟ 1. اعتماد سازی. معمولاً بیشترین بازدید کاربران از چند سایت اول در نتایج گوگل هست. 2. افزایش فروش. افزایش کاربر باعث افزایش فروش میشه. 3. آنالیز رفتار کاربران. کاربران چه قسمت‌هایی را دوست دارند و از چه قسمت‌هایی خوششان نمی آید. بخش‌های اصلی سئو: 1. سئو داخلی، آن پیج سئو. 2. سئو خارجی، آف پیج سئو. به 3 روش میتونیم سایت ها رو سئو کنیم. 1. روش کلاه سفید، استفاده از روش های قانونی. 2. روش کلاه سیاه، بهره گیری از تکنیک های غیر قانونی و فریبنده برای کسب جایگاه سریع. 3. روش کلاه خاکستری، ترکیبی از هر دو روش. معمولاً سئو کارها از این روش استفاده میکنند. کلید موفقیت در سئو: 1. کلاه سفید کار کنید. 2. برای کاربر کار کنید. 3. با کاربران تعامل کنید. 4. رقبا رو تحلیل کنید. 5. اطلاعات رو همیشه بروز رسانی کنید. اگه تا اینجای ویدیو مطالب براتون مفید بوده، لایک و کامنت یادتون نره و برای دیدن آموزش های بیشتر سابسکرایب کنید. باورهای غلط درباره سئو. باور غلط: سئو هزینه بر است. جواب: هزینه سئو نسبت به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی کم هزینه تر است. باور غلط: سئو به معنای رسیدن به رتبه 1 در نتایج سرچ گوگل هست. جواب: سئو به معنای بهینه کردن مطالب برای کاربر هست و جزء بالاترین رتبه ها بودن کافی است. باور غلط: سئو فقط یک بار لازم هست. جواب: سئو همیشگی هست، چون رقبا دائما تلاش میکنند. باور غلط: در زمان مشخصی بعد از شروع سئو میتوان رتبه گرفت. جواب: هیچ زمان مشخصی را نمیتوان تعیین کرد، چون رقبا هم دارن کار میکنن. بستگی به سختی کلمه و رقبا داره. باور غلط: همه بازدیدها فقط مخصوص رتبه 1 هست و بقیه بازدیدی ندارند. جواب: به طور میانگین 30 تا 70% از کلیک ها روی نتیجه اول هست و بقیه مربوط به سایر رتبه هاست. اگر مطالب این جلسه براتون مفید بود، کانالمون رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. منتظر ویدیوها و آموزش‌های بعدی باشید.